رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده با مقصد شناسایی با وضع زندگی اهالی، جمع‌آوری کشتی تیرماهی، رفت کار در انشاءهای جشنی با جماعت‌های دهاتی سویجینه، خلیفه حسن و یوری تشریف آورد. گزارش نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام از رفت آمادگی ساحه تندرستی با موسم سرما تهیه شده است. در قصر پهلوانانی سوخت شهر پنجکent مسابقه بوکس میان نورسان و جوانان گذرانده شد. شهری با صنایع پنجکent مثل دیگر شهر و نواحی و گوشه و کنار کشوری محبوبمان آباد و زیبا و سبز و خرم می‌گردد. بخشیده به 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، جماعت دهاتی سویجینه نیز گلگل شکوفان گشته است. اینجا ده‌ها انشاءات مهم اجتماعی بنیاد می شود. با مقصد شناسایی از رفت کارهای ساختمانی، رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده با جماعت دهاتی سویجینه سفر کاری انجام داد. شرایط مساعد فراهم آوردن و با ورزش مشغول شدن نسل جوان یکی از مسائل مهم و چاره‌اندیشی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent به حساب می رود. این است که با اشتراک رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده در دهه سویجینه نخستین حوض شناوری برای نورسان و جوانان مورد استفاده قرار داده شد. آن با سرمایه‌گذاری صاحبکاری محلی تیمور برهانوف بنیاد گردیده در نظر است. بهر بهبودی و استراحت خوش و با فراغت مردم باز هم نقشه‌های زیاد پیش بینی شده است. با مقصد ترغیب و تشویق طرز حیاتی سالم در جماعت دهاتی سویجینه تالار ورزشی زمانوی بنیاد می‌گردد. آن در نزد مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 69 دهه دشت با اقدام صاحبکاران و ساکنان و سخاوتمندان ساخته می شود. ضمن شناسایی از رفت بنیادی تالار ورزشی، رئیس شهر پنجکent در سمت کارهای معماری، صفت مصالح ساختمانی و مهلت انجام کارها دقت خاصه داده مسئولین را دستور داد. در محله بهرام ملیخانوف جماعت برای ساکنان برای ایمن از برف و باران و گرمی ها ایستگاه نو ساخته شد. برای چنین تشبث نیک رئیس شهر پنجکent با ساکنان اظهار سپاس کرده برای آبادی و گلگل شکوفایی آینده این موضع درختانی همیشه سبز شنانید. وظیفه گذاری کرده شد تا دو طرف راه این محله چنین درختانی زیبا و همیشه سبز شنانیده شده نگاه بین کرده شود تا در آینده طبیعت اینجا باز هم زیبا و دلفریب گردد. در این بازدید رئیس شهر پنجکent همچنین با فعالیت کارگاه خرد استحصال خشت سمنتی صاحبکار صلاح‌الدین همرایف شناس شد. اطلاع داده شد که در این کارگاه 4 نفر کارگران در یک روز تا 700 دانه خشت سمنتی می‌ریزند. در نظر است که با فرا رسیدن فصل گرما شماره استحصال خشت سمنتی افزوده کارگران نیز زیاد کرده می شوند. اینچنین گفته شد که صاحبکار صلاح‌الدین همرایف نقشه دارد در اینجا برای بند و بست در و تیره‌های های پلاستیکی نیز تدبیرها می اندیشد. همچنین رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده از فعالیت کارگاه دیگری استحصال خشت سمنتی که صاحبکار خوشنظر زیایف بنیاد کرده است دیدن نمود. این زمان اینجا 4 نفر ساکنان محلی با کار دائمی و معاش خوب تامین هستند. گفته شد که با زیاد شدن طلبات و خریداران استحصال دیگر نمود محصولات بتونی از جمله ستونپایه‌ها، قبورهای کلان حجم، آبروهای بتونی نیز زیاد گشته شماره کارمندان هم می‌افزاید. ضمن بازدید اقدام صاحبکار شاه جهان صدیقوف که با جلب تکنیکای ضروری نصب تجهیزات به بنیاد کارگاه کارکردی قم و شغل در ساحل دریای زرافشان مشغول است مهم ارزیابی کرده شده. برای در مهلت پیش بینی شده انجام دادن کارها دستور داده شد. در جماعت دهاتی سویجینه بخشیده به 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان باز یک انشاءات مورد استفاده
қарор гирифт. мағоза асосан бо фурӯши масолиҳи бинокорӣ иборат буда ташаббускор соҳибкор Темур Бурҳонов мебошад. бояд гуфт ки дар ин мағозаи нав мардум ҳама намуди масолеҳ ва лавозимот барои таъмиру тармим ва сохтмонӣ ҳамчунин техникаҳои рӯзгор чинивориро низ бо нархи дастрас ва сифати хуб харидорӣ карда метавонанд. дар давлатҳои дуру наздик парвариши парранда хоса мурғобӣ на танҳо мавсимӣ балки тамоми сол онро парвариш мекунанд. ҷумҳурии Тоҷикистон ки пас аз даврони истиқлолӣ рӯ ба паррандапарварӣ овардааст, кӯшиш дорад то самти паррандапарвариро афзун намояд. бо мақсади рушди ин соҳа сокинони ин ҷамоат соҳибкор Мурод Ҳасанов ба мурғобипарварӣ рӯй овардааст. нахустин фермаи парвариши мурғобӣ маҳз дар деҳаи сӯҷинаи шаҳри Панҷакент ба фаъолият оғоз кард ки он дар наздикии соҳили дарёи Зарафшон ҷойгир мебошад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ташаббуси ин соҳибкор баҳои баланд дода барои афзун намудани шумораи мурғобӣ дастур дод. бояд гуфт ки дар маротибаи аввал Мурод Ҳасанов 700 сар мурғобӣ, 10 сар қу ва беш аз 3000 моҳиро ба парвариш гузоштааст. барои парвариши моҳӣ, мурғобӣ ва қу дар 2 гектар заминҳои бекорхобидаи соҳили дарёи Зарафшон 3 ҳавз ташкил ва шароити мусоид муҳайё карда шудааст. парвариши моҳӣ, мурғобӣ ва қу дар шароити деҳот барои истеҳсоли гӯшти парҳезӣ пешбинӣ шуда то 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкор саршумори мурғобӣ ба 20 000 ва моҳӣ ба 100 000 расонида хоҳад шуд. шаҳри Панҷакент бо мусоидати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва ҷалби соҳибкорону аҳолӣ ва сармояи шарикони рушд рӯз ба рӯз ободтару зеботар мегардад. ин корҳои ободониву бунёдкорӣ на танҳо дар шаҳр, балки дар ҷамоату деҳотҳо низ бо вусъат идома дорад. ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан яке аз ҷамоатҳои калонтарини шаҳр ба ҳисоб рафта, дар доираи нақшаи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати мазкур бунёди иншоотҳои иҷтимоӣ вусъат ёфтааст. дар доираи сафари кории худ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз рафти сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти умумии асосии рақами 1 дар деҳаи Деваштич ки бо дастгирии мақомоти иҷроӣ, ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва маблағгузории бунёди миллии иҷтимоии маблағгузории Тоҷикистон сохта мешавад, бостед намуд. бино дорои 2 қабат, 13 синфхона, толор ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон буда барои қабули 480 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст ва ҳоло бинокорони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Гулгун бо ҷалби техникаи зарурӣ ба сохтмони он машғул ҳастанд. дар деҳаи Шӯрча бошад бо саҳмгузории сокинон таъмиру таҷдиди собиқ бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17 идома дорад. бо анҷоми ин корҳо масъалаи ба ҷои нишаст пурра таъмин шудани хонандагон ҳал хоҳад шуд. дар идомаи сафари корӣ дар мавзеи Хамиртепа бо рафти бунёди хонаҳои истиқоматии сокинони деҳаи хумгарони деҳоти Косатарош ки бо маблағгузории корхонаи муштараки Зарафшон сохта мешавад, шинос гардида барои дар муҳлати муайяншуда тибқи лоиҳа ва меъёрҳои бинокорӣ сохтани биноҳои истиқоматӣ дастур дода шуд. зимни боздид аз фаъолияти коргоҳи истеҳсолии хишти симентӣ ки аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ сохта шудааст барои зиёд ва васеъ намудани истеҳсоли ин маҳсулоти зарурии бинокорӣ маслиҳатҳои муфид дода шуд. чӣ тавре пештар зикр намуда будем, хоҳишмандон техникаи хурди кишоварзӣ барои дарав, боркашонӣ ва шудгори заминро аз мағозаи соҳибкор Маъруф Бобоев ки дар шафати Шоҳроҳ дар деҳаи Суфиёни деҳоти Халифа Ҳасан воқеъ
واقع است خریداری می‌نمایند. رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده در جریان سفر کاری خود از این مغازه دیدن نموده با نمونه تکنیکی و تجهیزات کشاورزی که آنجا به فروش گذاشته شده است شناس شد. تکنیکی و مکانیزم‌های خرد کشاورزی اکثرا استحصال چین بوده با نرخ‌های دسترس به خریداران پیشکش کرده می شود. ضمن سفر کاری اینچنین در این دهه مغازه مصالح ساختمان و اسباب‌های دوریدگری و در شفت راهی پنجکند زیبان مرکز سودای مواد خوراکی صاحبکار منوچهر باباجانوف مورد استفاده قرار داده شد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده قید نمود که ما را ضرور است بیشتر محصولات وطنی را پیشکش خریداران نماییم که در این قطار شهری پنجکند نیز خیلی پیش صف است. سهامداران خواجگی دهقانی مهنت آباد دهه صوفیانی دهاتی خلیفه حسن شهری پنجکند از حاصل امسال نزدیک به 3000 تن قلندفور بلغاری را به بازار مملکت به فروش برآوردند. حالا باشد کشاورزان به جمع‌آوری سبزی و قلندفور بلغاری مشغولند. این حاصل کشتی تکراری است که دهقانان خواجگی بعد جمع‌آوری کارتوشکایی بروقتی و دیگر زراعت زودرس کشت نمودند. ضمن بازدید رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده به او اطلاع دادند که دهقانان امسال در قسم زیاده از 74 گکتار زمین خواجگی کشتی تکراری گذرانیدند. طور سهامدار خواجگی کرامت الله یعقوبوف در صحبت ابراز داشت از یک زمین گرفتن دو حاصل اینجا کیها معمول گشته است و آن بازده و درآمد آن را دوچند می‌کند. در مجموع کشاورزان شهری پنجکند امسال در بیش از 2600 گکتار کشتی تکراری گذرانیدند و حالا جمع‌آوری و حاصل آن در عرفه انجامیابی است. خواجگی دهقانی بابوی اشوری دهاتی خلیفه حسن شهری پنجکند یکی از خواجگی‌های نهال پروری بخش خصوصی است که به موسم نهالشنانی آماده می باشد. ضمن بازدید رئیس شهری پنجکند فعالیت خواجگی را مثبت ارزیابی نمود و برای آمادگی به موسم نهالشنانی دستور و سفارش‌های مشخص داد. در این قطعه نهال پروری خواجگی بیش از 8000 بیخ نهال‌های نوع‌های گوناگون سیب، زردآلو، چهارمغز، گیلاس و درختان آرایشی همیشه سبز پرورش کرده می شود. رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده در هر سفر کاری از حال و احوال سابقه‌داران و دیگر اشخاص نیازمند دیدن می‌نماید. ساکن دهه کبودسنگ دهاتی خلیفه حسن شهری پنجکند محمد قل سریم ساقف امسال به سن مبارکی 92 سالگی رسید و بیش از نیم عصر آن را در وظیفه‌های گوناگون ساختارهای وزارت کارهای داخلی کشور سپری نموده است. رئیس شهر این سابقه‌داری برومند را ایادت نموده به او برای خدمت شایسته در حفظ ترتیبات جمعیتی و تربیت جوانان اظهار سپاس نمود. اینچنین در این سفر کاری از خانه نوی ساکن این دهه خورسند قابلوف که خودش و همسرش معیوب هستند دیدن گردید که آن را همدهگانی با همت و نیکخواه در مدت کوتاه برای این عائله احتیاجمند ساخته آن را با جهاز ضروری نیز تامین نمودند. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف و طلبشاه توشیف. رئیس شهری پنجکند با همراهی راهبران واحدهای ساختاری مقامات اجرایی حکومت دولتی، مسئولین ساحه‌های خواجگی کمونالی، کشاورزی، معارف و تندرستی با مقصد شناسایی با روند کارهای آبادانوی سازندگی، رشد انفراساختار اجتماعی و دستگیری تشبس‌های صاحبکاران محلی به جماعت دهاتی یاری سفر کاری انجام داد. در آغاز هیئت کاری از دهه مرکزی جماعت یعنی دهه یاری دیدن نمود. در جریان سفر رئیس شهر از رفت اجرای کارهای آبادانی از قبیل تعمیر راههای محلی، تازه نمودن جویبار و کانال و نهرها، تشکیل گلگشت‌ها و سبزه‌زارکنی میدان‌ها شناسایی به عمل آورد. همزمان در دوره این سفر چند نکته نوی سودا و خدمت رسانی با اشتراک رئیس شهر رسما افتتاح گردید. این نکته ها با تشبس صاحبکاران محلی و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر تأسیس یافته برای تامین نمودن اهالی با محصولات استعمالی روزمره و خدمت رسانی های ضروری خدمت میکند.
در مراسم کشاده‌شوی رئیس شهر ذکر نمود که رشد صاحبکاری و گسترش فعالیت سودا در دهات یکی از سمت‌های مهمترین سیاست اجتماعی و اقتصادی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود و اظهار داشت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر آماده است همکاری‌های خود را با صاحبکاران برای بهتر نمودن محیط سرمایه‌گذاری و دستگیری تشبس‌های نو ادامه دهد. افتتاح نقطه‌های سودا نه تنها به بهتر گرداندن خدمت رسانی به اهالی مساعدت می‌کند بلکه باعث به وجود آمدن جای‌های نوی کاری گردیده به بالاروی سطح زندگی ساکنان جماعت نیز تاثیر مثبت می‌رساند. در ادامه سفر کاری رئیس شهر از یک قطار مؤسسه‌های تعلیمی و طبی بازدید به عمل آورده با آموزگاران و کارمندان ساحه تندرستی صحبت نمود. او تاکید داشت که بهتر نمودن شرایط کاری، تعمیر صنفخانه‌ها و تامین نمودن مؤسسه‌های طبی با تجهیزات‌های ضروری از سمت اولویت‌ناک فعالیت مقامات اجرایی حکومت دولتی به شمار می‌رود. ساکنان جماعت یاری از توجه پیوسته رهبریت شهر اظهار منتداری نموده اظهار داشتند که برای عملی گرداندن برنامه‌های دولتی و رشد دهه خود سهم ارزنده می‌گذارند. آنها همچنین تاکید کردند که از نتیجه سفر روح بلند گردیده نیت دارند کارهای آبادانی و سازندگی را باز هم فعالتر ادامه دهند. سفری کاری رئیس شهر پنجکین به جماعت دهات یاری در روحیه سازندگی و همکاری برگزار گردیده بر رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه زمینه مثبت گذاشت. در جریان سفری کاری رئیس شهر از 10 صنفخانه علاوگی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 57 که با ابتکار شخصان سخاوتپیشه دهه یاری بنیاد می‌گردد دیدن نمود. به رئیس شهر اطلاع دادند که ساختمان با تمام معیارهای بین المللی جوابگو است. رئیس شهر در نوبت خود به ساختمانچیان اظهار منتداری ابراز نموده قید کرد که ما باید برای فرزندانمان شرایط خوبی تحصیل فراهم بیاریم. در این رابطه پیشوای معظم ملت بارها تاکید نمودند که این باید سرمشق کاری هر یک شهروند کشور باشد. سفری کاری رئیس شهر به دهه میندانه جماعت دهاتی یاری ادامه یافته از رفت کارهای ساختمانی فرم مرغ‌پروری که با ابتکار صاحبکار محلی فیض‌بای نرزیف بنیاد می‌گردد آغاز گردید. به رئیس شهر اطلاع دادند که فرم مذکور برای پرورش 180,000 مرغ گوشتی پیش بینی شده در زمینه آن نگهداری اسب‌های ذاتی در نظر داشته شده است. با برابری به استفاده دادن فرم مذکور زیاده از 50 ساکن محلی با جای کاری تامین می‌گردند. اینچنین تاکید گردید که کارمندان با جای خواب و شرایط‌های خوب معیشی تامین کرده می‌شوند. رئیس شهر از کار صاحبکاران و ساختمانچیان منتداری خود را ابراز نمود. پس از دیدن نمودن از فرم مرغ‌پروری از ساختمان 3 صنفخانه علاوگی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 51 دیدن نموده با آموزگاران از نزدیک صحبت نموده با مصلحت‌های مفید آنها را روح بلند نمود. با فرارسی موسم سرما و زمستان گذرانی راهبریت و کارمندان بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین برای تامین فعالیت منتظم مؤسسه و فراهم آوردن شرایط مساعد طبابتی برای بیماران یک قطار تدبیرهای مهم را عملی نمودند. در اساس دستور سپارش‌های ریاست تندرستی ولایت سوات و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکین در بیمارخانه نقشه مخصوص چاره‌بین‌ها برای آمادگی به موسم زمستان تهیه و عملی کرده شده است. من سرطبیب بیمارخانه منطقه دهه یاری جمیلوف بوستان میباشم. این زمان ما در بیمارخانه وایدی آمادگی به زمستان گذرانی سالهای 2025-2026 تیاری دیده ایستادیم. ایزون و کمر را گرفته ذخیره کردیم. پشک های علابی را شنانیده تریزه ها آینه بندی کرده شده است و آماده هستیم به زمستان گذرانی. بعضی کارهای زمستان گذرانی دوام دارد و کمبودهایی که هست روزهای نزدیک برطرف میکنیم. در دوام ماه آگوست و سپتامبر سال 2025 کارهای تعمیر جاری و قسماً کاپیتالی یک چند شعبه‌های اساسی از جمله شعبه جراحی، شعبه تولد،
و بیماری‌های سرایتی به انجام رسانیده شده است. در روزنه‌ها شیشه‌بندی پرره نو کرده شده. قسم زیادی دیوارها با مواد گرم‌دهی پوشانیده شدند. بام بناهای اساسی و نقطه‌های آبگذر از نظر گذرانده اصلاح گردیدند. برای تامین نمودن گرمی منتظم در فصل سرما همه دیک‌های بیمارخانه از تعمیر برآمده تجهیزات کهنه عوض گردیدند. در عین حال همه دیک‌ها فعال با انگشت و هیزم پرره تامین بوده برای تمام فصل زمستان ذخیره‌های کافی سوزشواری موجود است. علاوه بر این در بعضی شعبه‌ها مخصوصاً بخش‌های کودکان و احیا سیستم گرم‌دهی برقی نیز فعال است. برای پیشگیری از مشکلات احتمالی در فصل سرما شبکه‌های آبی گرم و خنک از نظر گذرانیده شده قسم‌های فرسوده عوض گردیدند. برای تامین بفاصله نیروی برق گنراتوری ذخیروی نصب گردیده شده است که در حالت قطع برق به طور اتوماتیک فعال می‌گردد. در مجموع بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند پرره به موسم زمستان آماده بوده شرایط مساعد کار و طبابت برای بیماران مهیا گردیده است. مقصد از همه این چاره‌ها تامین فعالیت منتظم مؤسسه طبی، حفظ سلامتی شهروندان و پیشگیری هر گونه خلل‌دارشوی در رسانیدن خدمت رسانی طبی در فصل زمستان می باشد. گزارش غیب الله محمدیوف، خیام جوریف. санаҳои 18 ва 19 октябри соли равон дар қасри паҳлавонони суғдии шаҳри панҷакент мусобиқаи варзишӣ оид ба намуди бокс баргузор гардид. این مسابقه برای جوانان گروه سنشان از 2012, 2014 و 2015, 2017 تشکیل گردید. این چاره‌بینی بخشیده به روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان دایر گردید و با هدف تشویق و ترغیب ورزش و تربیت نمودن نسل نورس در روحیه سالم و وطندوستانه برگزار شد. مسابقه های بوکس نه تنها فضای رقابت و شوق و هوس را برای ورزشکاران فراهم می‌آورند، بلکه به آنها امکانیت می‌دهند که هم جسمشان را قوی سازند و هم آداب ورزشکاری، انتظام و همدیگر فهمی را آموزانند که این همه در تربیت نسل سالم و وطندوست نقش مهم می‌بازد. در دوام مسابقه ورزشکاران در رقابت پرشدت با همدیگر شرکت ورزیده غالبان با مدال‌ها و افتخارنامه‌ها قدرشناسی گردیدند. گزارش نبیزاده شبنم و خیام جوریف.